روزی زن پیری نزد حضرت داوود علیه السلام آمد. با صدایی پر از درد گفت: ای پیامبر خدا، آیا خداوند عادل است یا ظالم؟ حضرت داوود از این پرسش سخت در تعجب ماند و با آرامش پرسید: ای مادر، چه چیزی باعث شده چنین بگویی؟ زن گفت: من با دستان پیرم با زحمت فراوان از پنبه پارچه‌ای دوختم. خواستم آن را در بازار بفروشم تا لقمه نانی برای خودم تهیه کنم، اما هنوز به بازار نرسیده بودم که پرنده‌ای آمد و پارچه را از دستم ربود و برد. با خود گفتم: خدایا، چرا؟ من چه گناهی کردم که این اندک روزیم هم از من گرفته شد؟ هنوز حرف پیرزن تمام نشده بود که در خانه حضرت داوود علیه السلام کوبیده شد. چند مرد داخل شدند و کیسه‌ای پر از طلا جلوی حضرت داوود گذاشتند و گفتند: ای پیامبر خدا، این صدقه است از سوی ما در دریا گرفتار طوفان شدیم و نزدیک بود غرق شویم. بادبانمان پاره شد و امیدمان را از دست داده بودیم. در همین هنگام پرنده‌ای آمد و پارچه‌ای در کشتی انداخت. ما با همان پارچه بادبان درست کردیم و نجات یافتیم. گفتیم اگر نجات پیدا کنیم آنچه داریم صدقه می دهیم. حضرت داوود رو به زن کرد و گفت: ای مادر، خدایی که روزیت را از پرواز پرنده‌ای می رساند، چگونه می توانی او را ظالم بدانی؟